کمین چی؟ بعد کمین همون قاتل فراری که دنبالش بود 2 نفر رو بالای پشت وانت کشتش. آها جریان کلایه. بله اتفاقا این میگفت میخوام برم کلایه. بعد یه جا دیگه ما اون موقع قبلا گشتیمش هیچی نداشت. بعد یه جا دیگه پیج کردن جناب سروانو، رفتیم دوباره اینو اتفاقی دیدیم گشتیمش. گرفتینش؟ بله نه اونو که جناب سروان حالا داره پیگیری میکنه. این آقا پسر رو ما گرفتیم. خب بله بعد دفعه دوم که دیدیمش یه توی این جبهه‌ای که گونی هم داشت فشنگ داشت با خودش. یعنی نفهمیدم بالاخره چی شد. شما اول اینو دیدین نداشت بعد دیدین داشت. بله من نمیدونم امروز خود استرس گرفته. من هر وقت با قاضی صحبت میکنم نمیدونم چیه استرس میاد نمیتونم حرف بزنم. چرا آخه من که کارت ندارم که. راحت حرف بزن بگونه. بله چشم الان راحت از اول میگم. ما تو پست